افغانی و این چه خوبی داره که قیمت است. حالا این دیگه یکی شاتی چیز دیگه صاحب بسیار گپه است. جوری 15 تا افغانی تو که قرضان است. یا دیگه چوچه هستن باز کلانو اینجا جوره 5000 4000 باز از این هم نسل گیری میشه. بله گیره به یک رقم گرفتیم لالای ما در سر دوست گرفت که اوگار نشه وقتی فریج است. خوب تصاویرش ببینین مقبولیش ببینین و تازه شدن دارم. صاحب قیمتاش چند است؟ یا دیگه یک جوره 20000 15000 دوستان عزیز رسیدیم پیش پهلوان سلام برسد. خوب است بخیر خدمت جناب جور بخیر هستی. یک ذره بلند باید گپ بزنیم که ماشاءالله یک رقم سر صدا است. دوستیار یک خوب است ان شاء الله. شکر بخیر باشید. در قدم من خود خدا یک معرفی که با دوستان رفیع الله دلاور است که نکتن پرنده پرشان کجا کابلیسی مدت یک 4 سال میشه اینجا کار. رفیع الله دلاور یک تن از جوانانی که ورزشکار هم هستند و در کوچه کافروشی این پرنده ها را سودا میکنن. بله این پرنده ها کدام کشورنه؟ والا این مختلف است از ایران، پاکستان، هند، دبی، ترکیه، هزار کشورهای مختلف. حالا خدا بند شده های نسلگیری دیگه میشه همین. اصل کل گپ نسلگیری که از زمین میشه. در کشورهای خارج هم میشه خود یک ذره زیادتر میشه به خاطر مردم شوقی زیاد نسل میگیرن به خاطر هم نسلگیری بیا میاره خرید فروش میکنن. چی نوع توتی‌ها رو که به فروش میرسونی و چی نوع توتی‌ها در اینجا موجود است؟ حالا اینجا فشار رقم توتی داریم، توتی، شاتوتی، ملنگوس. یک دونه تجار بکش که سعی کنه دوستای ما دوستای عزیز سعی کنه که چی یک توتی مقبول را اینجا دارن اینا به فروش میرسانن. این دوستای عزیز چقدر توتی کلان است و چقدر مقبول است. شوخی نکن. خب قیمتش چند است؟ قیمت این دلار 30,000 افغانی و این چه خوبی داره که قیمت است. حالا این دیگه یکی شاتوتی دیگه صاحب بسیار گپ یاد میگیره. گپ یاد میگیره؟ حال گپ یاد داره؟ گپ میزنم. توتی میشو حالا وقتای کوریزشان هست. حالا در کوریز که هست یا گپ یاد میگیره گپ نمیزنه. نمیزنه نه؟ حالا تو هوا گرم شه یا در هوای گرم یا در کوریز میباشن. مازیال زمستان دیگه وقت تگریشان هم میباشه وقت گپ زدنشان هم میگه وقت مستیشان هم میباشن وقت. یعنی دوستان در نوع توتی که در کار داشته باشین موجود است و مستقیم شماره لالای مورد از زیر اسکرین درج میکنیم. کسانی که ضرورت داره به هم توتی‌های مقبول میتونه برای تماس بگیره و خریداری کنه. و یک دیگه که اعلام میکنیم بریم پیش توتی بعدی. فکر کنیم دوستان چقدر مقبول است. نه دندان نگیرید. برو. آفرین. این توتی می هست اینا جوره 40,000 می هست. 40,000 افغانی دوستای عزیز. توتی میگه زیل اسکرین؟ نه آموخته هستن خب بالایشان جوره سیاله. در کوریز هستن. 40,000 افغانی دوستای عزیز. یا بنام توتی آبی میگن ملنگو. توتی آبی ملنگو. چه قدم باید یاد روز است؟ یا حالا در وقت کوریز است یا کوریز پاک کنم مقبول هم میکنم میتونم با پرا. یا سرگرد نه؟ اصل گپ یا میزنم. اصل گپ یا گپ یاد میگم. قیمتشون 40,000. قیمتش 40,000. جرمت خدا را کسایی که میشه خوش کنه بخیر الله. یا با خیر مراج کنم میکنه. نه دوستای یک جوری 40,000. بله. جوری 40,000 توتی دوستای. توتی کاسکوی سفید میگن اگان تا. این میشه که دو کتین که بیشتر انتیک است. حالا این نه سردش خیلی داره. هفته بیا ویدیو چه بگیره. نه خب چی شوخی میکنه چی رقم؟ در کوریز است که حالا بالایشان نیست دزدی در جانش باز اوگار می دندان بگیره. دیدیم دوستای چه توتی انتیک است حالا چقدر جالب و فرق برام بالا کیلو نیست. چی در سر خود یک تاجه هم داره؟ یا توتی های مکه هم میدن یا بسیار خوب شد. مکه و قیمتش چند است؟ قیمت از 1 لک. 1 لک؟ بله. 1 لک افغانی دوستای عزیز. یک دانه توتی که با قیمت 1 دانه منکر است. حالا خیلی قیمت بالا یا تا 3 لک 4 لک. این چی خوبی داره؟ خوبی داره که مقبولی که رنگشان هستن گپشان هست. این مکمل گپ یاد میگیره؟ یا نگم گفتن اگان تا موثر از باید. زود یاد میگیره؟ یا دوست یاد میگیرن. این از کدام کشور است؟ یا انسانهای پاکستان نه. پاکستان نه هست دنیا از کدام کشور است؟ امریکا؟ توتی‌های امریکایی دوستای عزیز قیمت 1 لک افغانی. کامرمن عزیز خوب زوم کنه ببین که چقدر مای مقبول دارم تو.
سلام بچه خوبی یک رنگ مقبول داره سفید داره چقدر بزرگ است خدا جی بله خب ویدشی رقم میتونی پاک بده این دیگه خودش برم دوستای سعی کنیم مشکل نداره یا خودش آموخته جای نمیرم خودش برم پس خودش هم نداره پس خودش نوره در خانه یا آموخته هستم دیگه دوستای عزیز باز که توتی را به یک رقم گرفتیم لالای ما دستت نیست گرفت که اوگار نشه وقتی فریج است خوب تصاویرش ببینین مقبولیش ببینین و تازهش ببینین زیباییش ببینین که چقدر قربان خدا شدن به زیبایی خاصی رفت کرده و ببینین دوستار گپ میکنین یا در کلیج هستن آقا قیمت گفت 1 لک بله 1 لک افغانی کسایی که توتی شرافی توتی هست میتونه که برداشت بیاره و شماره تماس چند است کسایی که بیننده است اگر 780 نمبر پهلوان جان است مستقیم تماس بگیرین هر رقم توتی کار داشته باشین اینجا موجود است از قیمت 4-5 هزار تا به 1 لک 2 لک دیگه واقعا توتی زیباست دیگه پس در خانه میمونیم و درباره توتی دیگه معلومات میگیریم که این توتی گرگا که گفتن افرنگ از خود کمرمین هیچ دیگه خب این قیمت های زیر چند بودی؟ 30,000 با جرامت داره فاینال 25,000 30,000 است با جرامت 25,000 افغان دوستای یک جوره بازاری نسلگیری هم میشه تقریبا اصل یا کاز دیگه بعد گپ زدن و دیگه گفتن اینجا به نسلگیری دیگه به نسلگیری یا خیلی انتیک است خیلی مقبول است و اینجا دوستان عزیز تصاویرهای دیگر را ببینید که هر نوع پرنده که کار داشته باشیم پیش پهلوان موجود است پهلوان عزیز اینی پرنده چی رقم است یا توتی های تایزر میگن آرسته کالنگی مردم میگن یا جوره 3,000 میگن یا به نسلگیری شامسته میشه گپ نمیزنن و هر نوع توتی مقبول اینجا موجود است کسایی که خریدار هستن میتونن توتی کابوسی تشریف بیارن یا با شماره پهلوان جان تماس بگیرن بیاین خرید کنن و در بیرو بعض تصاویرها را میداشته باشه مرغای انتیک آمد مرغای انتیک آمد خب پهلوان عزیز درباره مرغک‌ها بر ما معلومات بده که چی رقم است یا مرغای خرقاول میگن دستی خرقاول دستی به نام طلایی نام داره یا 5 رنگ دارن سفید پنج رنگ دارن سبز قیمتاش چند است یا دیگه یک جوره 20,000 15,000 میگن 20,000 15,000 و اینی مرغا یا مرغای سلطان میگن جوره 15,000 جوری 15,000 تو که قرضان است یا دیگه چوچه هستن باز کلانای اینجا جوره 5,000 4,000 باز از این هم نسل گیری میشه بله یا تخم میشه با تخم میگیره نماشین میمونن با نسل میگیرن حالا شکر به وطن خود ما خیلی نسل گیری میشه خیلی حالا فارما جور شده دیگه یا دینا روز این مرغا را از فارم خریدیم این مرغا رو تصویر شده کامرامین عزیز یا مزون مرغاست یا مرغای ابریشمی میگن یارا ابریشمی قیمتاش چند است با جوره 2,000 شکای جوره 2000 این کلانایی با جوره 5,000 میگن کلانای جوره 5000 اگر مورم سر زحمت بکشه کلان کنه قیمتش بالا میره در مرور زمان دیگه مابات و مابات اندازه از جا میشه خب دوستان عزیز تشکر که شاهدم همراه ما بودیم این بود برنامه امروز ما که از توتیهای مقبول براتون تقدیم کردیم دیگه پهلوان عزیز پیام خود که به هموطنان خود تقدیم هستن ما پیام نداریم در جور سرمند باشن جور سرمند دیگه تشکر از خود جان سپاس و تا برنامه بعدی دار باید همتان بالله احسان می‌سپارم شاد و موفق کامگار باشین